تنگ میشه دلت؟ آره. مگه چی شده؟ احساس میکنم این دیگه باید برم. کجا بری؟ این جای دیگه اینت. یعنی چی بری؟ یعنی از اینجا بری؟ از اینجا کلن برم اینت. یه جای دور برم، یه جای خیلی دوری برم. احساس میکنم که جام اینجا نیست. من واقعا میخوام برم، با اینکه این همه درس خوندم با اینکه این هم اینجا تلاش کردم یه دلیل برای من بیار که بمونم اینت. بگی بخواب، استراحت بکن، شاید از سرت بپره. ولی آشوبم اینت. دلم یه جونیه، دلم قیج و قاج میره. احساس میکنم که چیکار کنم، تصمیم درستیه، تصمیم غلطیه. باید برم یه جای دیگه، یه چیزی دیگه. ولی خب الان نمیدونم اینت. الان برم اون بر از صفر باید شروع بکنم. آره دیگه، رفتن چیز سختیه. آره. ولی واقعیتش دلم واسه خیلی چیزا هم تنگ میشه. یعنی دلت برای یه چیزایی تنگ میشه؟ واسه دستپخت مامانم چقدر دلم تنگ میشه. دستپخت مادرش؟ بله. آره. بعد مامان ادی من چیکارش بکنم؟ آره، یه حال شکه، یه حال بین رفتن و